چگونه از یاقوت‌های قیمتی محافظت کنیم؟ 1. تمیز کردن. برای تمیز کردن یاقوت از آب گرم و کمی صابون ملایم استفاده کنید. با یک پارچه نرم یا برسه مخصوص جواهرات به آرامی سطح گوهر را پاک کنید. 2. دوری از مواد شیمیایی. یاقوت را از مواد کیمیاوی قوی مثل سفید کننده ها و اسپری ها دور نگهداری تا جلای آن حفظ شود. 3. نگهداری جداگانه. جواهرات یاقوت را در یک جعبه نرم جدا از سایر جواهرات نگهداری تا خراشیده نشوند. اگرچه یاقوت سخت است، اما ضربه‌های محکم ممکن است به آن آسیب برساند. هنگام انجام کارهای سنگین، بهتر است جواهرات یاقوت را در بیاورید. 4. بازدید منظم. جواهرات خود را هر چند وقت یک بار نزد جواهرساز ببرید تا تنظیمات نگین و وضعیت آن بررسی شود. یاقوت‌هایتان را با عشق و دقت نگهداری کنید تا همیشه درخشش خاص خودشان را داشته باشند.